ای داد بیداد، آمدیم پشت بام از گرما و بیبرقی نجات پیدا بکنیم، گیر یه لشکر پشه افتادیم. بیشتر از نیش زدن پشه این سر صدای وزوزش رو مخه. بابا مگه هدفگیری موشک بالستیکه؟ بزن برو جون مادرت، سرمونه بردی. ولی به خدا اگه پشه به من بگم با چقدر خونکارشون تا صبح راه میفته، حاضرم با سرنگ بکشم بریزم تو بشقاب، دورشم با ریحون و تربچه تزیین کنم، فقط به این شرط که بی خیال خودم شن. راستی آقا جان، پنیرمون تموم شده، حالا فردا صبحانه چه بخوریم؟ سپیده که زد بلند شو برو 2 نون بربری بگیر با چای شیرین میزنیم تا زور خدا بزرگه. جالب تو این وضعیت استاد دانشگاهمون میگفت صبح آب و پرتقال با نیمرو عسلی بخورید تا ذهنتون شکوفا بشه. آخه کدوم شکوفا آقا قربانتون برم؟ آب پرتقال با نیمرو عسلی؟ چه حرفا. من یه بار صبح قهوه خوردم، معده‌ام هی میگفت تو خیلی با کلاس شدی، نهار شیشلیک میخوام. ای خدا شانس بده، کاش ما هم پسر شانس می آوردیم که صبح قهوه با کیک لقمه مهمونمون کنه. شما تقصیری ندارین آقا جان، بد شانسی تو خانواده ما ارثیه، از پدر به پسر منتقل میشه. باید شانسی ندیدی تو. ما یه بار مهمان بودیم، یه گوشت بزرگ تو خورش بود، روم نشد واردارم، یهو برق رفت، سریع گذاشتم دو دهنم، بعد فهمیدم لیمو امانی بوده. از اون به بعد دیگه هیچ وقت اون آدم قبلی نشد. ای بخوش که تو شانس. قصه نخور، هممون مثل همیم. من یه بار بزرگترین شانسی که تو کل زندگیم آوردم این بود که انانوایی یه دانه پلاستیک دستگاه خریدم، اومدم خانه دیدم 2 تا چسبیدن به هم. بعد از اون دیگه هیچ موفقیت چشمگیری نداشتم. پسر جان اینو از بدشانسی نیست، مشکل ما وجود آخوند تو این مملکته. الان شب تا صبح که بخوابی یهو میبینی مرغ شد کیلو 1 میلیون، شیر لیتری 300 تومن، دستمال توالت 2 تایی 400 تومن. اخ اینجا رو نوشته دلار در استانه 200,000 تومان قرار گرفته، ریال شده بی ارزش ترین پول دنیا. عمو جان امروز یه اسکناس 10,000 تومانی رو زمین دیدم، حساب کردم اگه دلاشم برش دارم هزینه شستن دست و استهلاک کمرم بیشتر میشه، برای همین بر نداشتمش. خوب کاری کردی آقا جان، پول دوا دکترت نداشتیم بدیم. حالا ما داریم زندگیمونم میکنیم، ولی برای این سبک زندگی کردن ما تو سوئیس بدلکار استخدام میکنم قربانتو برم. به نظر ما تنها جوانایی هستیم که 10 سال دیگه نمیگیم جوونی کجایی یادت بخیر. اینجا رو نگاه، یه خبر داغ میخونم براتون که حالتون جا بیاد. آخوند رسایی بدون که خندش بگیره گفته قبول دارم که وضعیت معیشت خوب نیست، ولی به جایش مردم امنیت و آزادی دارن. ای خدا مردم از خوشی. هر کسی دستش آزاد زنگ بزنه به صلیب سرخ ببین استعداد مبارزه با بیماری ناشناس ندارن، ما اینا رو با منجنیق پرت بکنیم اونور. ولی راست میگه بابا، کی گفته تو ایران آزادی نداریم؟ من خودم چند بار اونجا پیاده شدم. یعنی هر دفعه که فکر میکنم از این مزخرفتر نمیتونم باشن، با حرفای جدیدشون آدم را سورپریز میکنم واقعا. بس دیگه بچه ها سفیده دم شد، بگیرین بخوابین یه چند ساعت آخونده رو نبینیم حداقل. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.